السلام علیکم دوستا و وطندارای عزیز، خدا کنه در هر کجای دنیا که هستین آرزو دارم همگیتان جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما از چینل خودتان. اگر تا حالا چینل ما رو سابسکرایب نکردین اول چینل ما رو سابسکرایب کنید، دیگه لایک و کامنت فراموش نکنید. دوستای عزیز امروز 15مین روز و آخرین روزی است که ما آمدیم به یکی از روستاهای دیگه مشهدقالی که اینجا به نام بیشتالله شناخته میشه. دیگه همون قسمی که میبینید آمدیم گل بچیم. دیگه واقعا آب و هوای اینجا دوستا عالی است، لوکیشنش بد نیست که یگان وقت آدم بیاید تفریح اینجا و کلا این منطقه مرا به یاد وطن خود میندازه. دوستای عزیز امروز میخوایم برای شما بگویم که ما کلا در 15 روز چند کار کردیم و چند کیلو گل چیدیم و مبلغ دستمزد 15 روز برای شما بگویم که در 15 روز ما چقدر کار کردیم. عزیزای دل شما تا آخر ویدیو رو با ما همراه باشید و ویدیوی ما را لایک بکنید و نظرتان حتما در قسمت کامنت ها نوشته کنید. پس با ما همراه باشید تا انتهای ویدیو. دوستای عزیز ساعت 7 بجه صبح است و ما وظیفه ما ای است که این مقدار گلی که در این تصویر میبینید دیگه ما باید خلاص کنیم و بخیر بریم طرف خانه. دیگه تازه یعنی دو ردیف چیندیم قسمی که در این تصویر میبینید. این یک ردیف دوستا، این دو ردیف، این ردیف سومی هم دوستا تقریبا نصفه کردیم و آخرش مانده. دیگه تا و اندازه بادام هست، درخت های بادام هست که ما باید خلاص کنیم. ساعت هم فعلا 7 بجه صبح است. دیگه تا هر وقتی که شب باید دیگه خلاص کنیم و بخیر بریم طرف خانه. دوستای عزیز دیگه چیزی که میبینید گونیگک مفور شده، باید دیگه داخل پلاستیک خالی کنیم مانده شده. میدم بسته کنیم بعدیش رو بچیم. این دوستا اگه زیر هفته و بلیم حتما کم میشه، یگان مثلا 400-500 گرم کمتر میشه. پس باید زیر سایه اینجا بلیم که کم نشه. عزیز ریشه های من واقعا رسیده، خیلی وقت است نتراشیدیم. قسم عادت ندارم در ریش اینا، سر و کله من خارخار شده رایه. دوستای عزیز رامیساگک هم بیدار شده، بریم پیشی که چی گفته رایه. نه دوستای عزیز رامیساگک، رامیسا بیدار شدی بابای؟ یک سلام علیکی کو همراه دوستای من بگو، یک سلام علیکم کن. دوستای عزیز سر رامسگا گفته آمده باید امی
وسایلایش جمع کنیم، زیرانداز جمع کنیم بباریم بالا زیر درختا که اینجا بهتر است سایه. گریه نکو بچه، گریه نکو دختر من. بیا بالا بیا بغلی بابی خو، بیا بغلی پدر خو. این دوستای عزیز آرام گرفت بالاخره. این گولا را دوستای عزیز این مردم میبرن عرقشان میگیرن. بعد عرقشان که گرفت از پیش عرق اینا شربت جور مونه. شربت هایی هست که ما و شما در ماه محرم یگان وقت به مردم میدیم. این شربت گل محمدی دیگه. بله دوستای عزیز، و چیندنش هم دوستا خیلی خار داره، آدم اذیت نه. همون قسم که تصویر میبینید دستای مرا شما ببینید، اصلا خیلی خط خیش انداخته. خیلی دستای مرا یکان وقت زنبور بیشتر داره نش میزنه. یعنی کارش خیلی کاری سخت است. سخت که نیست البته، سنگین که نیست دوستا، یک کمکی خار داره اذیت منه. یک بیوم خیلی زنبور داره. این قسمی که میبینید در تصویر زنبور داره، زنبوری اصل والای گل. اگه من دست بزنم در این زنبور حتما مرا نش میتنه. برکت. دوستای عزیز، محصولات کشاورزی مردم بیشتر بیشتر گل محمدی و جو گندم است. همه قسمی که در تصویر شما میبینید. و این منطقه واقعا آب و هوایش عزیزه عالی است. لوکیشن اینجا هم واقعا عالی است. جای خوبی است برای تفریح یگان وقت یادنده. اینجا هم دوستای عزیز نمیسا زیر بوته گل خو کنه تا سایه است. در وقت سرش گرمی میاد خود به خود بیدار میشن. دوستای عزیز ساعت هم 10 بجه است دیگه. گلار هم خلاص کردیم تقریبا. اینه یک دور اچمنده که فعلا هم خیلی گوشنه شدیم و میخواییم کم کم یک صبحانه جور کنیم، چای آتشی صبحانه رو بخوریم بخیر. بعد دوستای عزیز چوبا دیگه در اون چوبا آتش نمیگیره. بساره کندیم.
موفق شدیم آتیش روشن کردیم. باش ایستگاه مناسب. دوستای عزیز، زیر مادر رامسا جان ای خود کلاغچه نیست، چوچهش هستن. از پیش من فرار کرد، من رفتم دویده گرفتمش. رامسا جان چطور خوش داره؟ اوه ریاکشن رامسا اگر ببینید شما چطور تعجب کرده، سرپرایز شده یک قسم. دوستای عزیز، مادرش چطور ناراحت شده، سعی کلش کنین سر و صدا کده راییه. اونا مادرش سر درخت، اینا آمد اینجا بالای سر ما. اینا مادرش چطور ناراحت شده که بچه‌شان ما گرفتیم. اینا مادرش چطور ناراحت شده، 2 تا 3 تا پیدا شده، سعی که برای نجات چوچه‌شان. چیزه مادر بودن دوستای عزیز چه حسی داره، ببینید برای اولادش چی کار میکنه، چطور بیتابی نه. این فکر کنم مادرش هسته و اون یکی دوجه پدرش هسته. باش دوستای عزیز، دور سر رامسا جان یک 3 چرخ بدیم بعد آزادش کنیم. 1 2 3. برو بخیر و سلامت. اون دوستای عزیز پرکت رفت، فرار کرد. دوستو او چای ما هم جوش کرده، چای آتشی ما هم آماده شده. بخیر یک چای بندازیم داخلش دیگه، یک چای نوشجان کنیم. بله دوستای عزیز، چای که من بخیر آماده است. بخیر جای کتان خالی صبحانه را نوش جان بکنیم دیگر. رامسا کم اینجا شیشتگی است. چطور کلاغچه را آزاد کردیم، ناراحت شده. رامسا جان سلام بابای، ناراحت شدی؟ کلاغچه را آزاد کردیم ناراحت شدی؟ چطور ناراحت شده؟ واقعا ناراحت شده. چطور باهوش هسته دوستا، نمیخواستین از من نگاه کنه ببینه. خوب دوستای عزیز، کار ما هم خلاص شد. اینجا گلار هم چیندیم خوشبختانه دیگه. امروز هم خسته شدیم دیگه، خلاصه کار خلاص کردیم. 11 بجه است ساعت دیگه. قرار بود دوستای عزیز بر شما بگویم ما دی 15 روز چقدر کار کردیم. دی 15 روز دوستای عزیز که
ما آمدیم مشهد قالی 750 کیلو گل محمدی را دیگه چیندیم که تقریبا کیلویی 25,000 تومان، تقریبا 18 میلیون تومان میشه دیگه. دهی 15 روز 18 میلیون کار کردیم. خلاصه خوب است، بعد نیست. در اونجا پاشان یک طرف وضعیت افغانیا خراب بود، یاد افغانی بگیر بود، به همون دلیل دیگه دوستا کار هم کم بود. آمدیم در اینجا مشغول شدیم دیگه. خلاصه کار ما اینجا خلاص شد دوستای عزیز. امروز آخرین روز ما بود که آمدیم در این روستا که واقعا اینجا بسیار جای خوبی بود، بسیار امروز برای ما خوش گذشت دیگه. از جریان هم یک ویدیو گرفتم برای شما. فراموش نکنید دوستای عزیز حمایتتان از ما دریغ نکنید و چینل ما را حتما سابسکرایب کنید و یک کامنت مقبول در قسمت کامنت ها نوشته کنید. خب دیگه دوستای عزیز موفق باشید و خدا خوش. خداحافظ.